ویزا آزاد میکنه. آیا فراتر جون برای خانم رفتیم فکر کنم زازا به نقل مکان کردنه. ها بزنی اپراتور شو بزنم یا ما خوش بینیم زازا رفتیم کجا. الو سلام خانم خوبی؟ سلامت آقای وکیل هم رام سرجا قبلی تو نور بین آه ما از درومین ده نور آنجا آجا بین لا بخشی با آدرس زدیتونه بفرستین سیمو یه کاری با تو داشتم دو صحبت داشتم آدرس باش الان فیلم مدار کن بفرستی تو ولی خواهشان عیبو به کسی ندید چشم لا بفرستینش تا همون بیان صحبت لی با تو دارم خب باش دست دارنه کل بخش همین خدا حالا به آدرس فرستم سی تو ایدار شو بگو نمیشه چسی فکر کنم با شوهرش اختلاف شد بیتر رو شوهرش الان زندان میاد باید صحبت کنیم نمیسی بحث مریه و دفاع بین خواد سکن دیرتر رفتی دادگاه پرونده شون؟ پرونده شد چون رفتم پیش رفتم شوهرش چیزی نارج بخواد اش بسونش رو بخواد توقیف اموال بزنه برای کارش داره کنینه که تعهدش بسونه میلش قسمندی کنیم یا سرا کار کنه بهش الان باید صحبت کنیم نمیشه اینم خراب شده الان فصل سرما یه موقع آدرسی که فرستاده بعد بریم داخل کلیسا کنم من داخل روستا حالا دورشو گفتن آدرس های کسی نه ای بود یه فیلم نگیرن آقا چشم یا بفرما سلامتی بفرما سلام یالله حال شما خوبه سلامتی بفرما یه داخل حال شما خوبه بفرما خواهش کنیم بفرما بله خوبی سلامتی بفرما خوش آمدید بفرما عزیز سلامت باشیم بابا بیا آمین سلامت باشیم بفرما بیا داخل آزاد اینا دورو نوستم چند وقتی بینه یه 5-6 هفته یه سوچ اومده خب زمین پیلی خوابیدی بلوچ خوابیوری وسیله خوابیوری هیچ پیلی هم نهاره ما هم دستمون خالیه بابا بیا تو شرفتی نورا بابا بیا داخل رفتم بالا نه زنامه خدمتشون خواهش کنیم یه با اون میانده سلامت ما در خدمتتون سلامت باشید ممنون الان ما سی اوزریان الان حوالین بسم زندان در زریان هستیم بله زریان میریه و نفقت تو هم باید برن دادگاه خودتون حضوری باید برن یه امضایی باید بزنید واقعا هم که آمار شده بردم هیچ مال اموالی نه دونستم چیزی به چیز به نام خوشتی بابا بشید واقعا بخوام به زندان واسه سیشای سودی ناره اوسا مالش اینو چی بوه؟ یا آقا باید تعهد به چیزادیون و قسمتی پرداخت درست بابا بیا داخل امیرسان بابا بیا حالا بازم نظر خودتونه خیلی میگم کلاخ شنو فعلا داخل زندان خیلی بمونه یعنی چه دو کلاخ یعنی میگم کلاخ چه اصلا گوشه من نداره نیو بو بیاریشون با یک از اون بابا وای من چی جفتم چه زاویه نه هیچ بیاد دوباره وجه من نمیفهمم ما یه حرف بخوام روز اول هم وایسیم و باید سازش کنیم انگاری خیلی دستش به نظر در زندان آدم نو بی بهتر نی بود چی به یه ماد آدم درج ولی ما حالا توش آمار شده کن بعد خود چیزی نه خب باشه حالا به شما بفرمایید چه بخن حالا ده تصمیم با خودتونی خیلی زندان بمونه خیلی یعنی صبح باید بیای دادگاه امضا بزنی حالا هر موقع تصمیم برن داغ داده
باشه چشم. حالا تعهدش میشه بیا بیرون یه قسمتی پرداختش کن. مثلا اعتبار چه دیوار جا سرا بزنه هر سند این اینجوریش که بعد سند اینجوریش که بعد خانواده شدیان سند دیگه اینجوریش آزاد رو فعلا حالا پر مال شما سراغش به نظرت آزاد بود بهتره یا ایشون زندان؟ والا از نظر متأخرین به حق تو برسیم بر آزاد آزاد کارشون پرسیم بیا مزاحم او بود نه تعهد با هرش چیزی نمیدونم حتمی پیدا کنه آدرس ایمان از قبل بلده چیره نه آدرسیشان ما موقع حالا آدرس اینه نه بلده ما فاصله هم نداری حالا من مثل شما فیلم نکنم یه وقتی فیلم ما نبینه آدرس نداره یا آقا طبق کارشناسی سیستم انجام دانه و طبق قاضی آقای تر ماه 5 پرداخت اول خوبه سیبی اصلا خیلی خوشم تاییدشه حالا دینداجی من نیری بیام رفتم این منطقه سه پرورش موری بابا بیاین امیر صاحب الیسا بابا بیاین داخل بیاین حالا تا ببینیمش بازم باش صحبت شوی خیال نه خیال بیار بابا نه خیال بیار نه آفیاد بابا خیال بیرش کنی الان ایریم بابا جون شوی خیال بیار یا خیال چیزه بابا ده نریم اینجا طوری نیست خبرتیگان مرا نه زی سپاد طوری زی سپاد بابا زی سپاد سی زریان ستر می بابا پیاگی باید گوید سه آزادش کنی آموزه اگر سند این اینجوری با سند بیا و سرا بعد مریش قسطی کنه به نظرت شما با چی دی بله با سند بعد از سر ما در خدمتیم بالاخره اون بنده خدا ان شاء الله وقت چیزیم برای دادگاه یک تعهدش بشیم یا آقا ما پرداختش کنیم اگر پرداخت نشه پرداختش نشه ما کنیم سه سنه اگر اون مزاحم موبی باز میتونیم گزارش بدیم مزاحم تو دوباره بحث ازا یه شکایت میشه آقای مزاحم بود آقا دیگه حق نداره مزاحم بود درست حالا دیگه اشتادا بعدا رسید کار کردم ان شاء الله الان ما رنگ دادگاه کمش چی میترسم کنه حالا ولی بازم یه چیزی بتونه حالا ما صبح بریم خام یه مقدار بلوچ سیمانی خوابیاره یه مقدار شینی خواهی یه سری همه دادگاه زنیم مثلا بریم اینمون بریم داخل دو چی دوری یا پا این دفتردارش صحبت کنیم بریم داخل دیگه این صحبت کنیم زاهدی پشت سر بزنیم باش بابا چی خیلی یا کارش انجام بدیم ما هدف ما اینه چه مریه نمست طوری نیست حالا قام زندان یا آزاد فرق نامست نه آقا باید یه پرداخت کنیم ولی داخل زندان بود سود سیشا ناره الان چند وقتی ده فصل سرما حداقل شما یه سرطانه درست کنید دست زنه بابا تا درست کنید باید خود کسی تا بخیر یه ها بابا مخصومی اردار بیوتی نه مامانی بیوتی مامانی امیر بشید لیسا بشید موتی نه بشید تیری نه داخل بیار چیره بفرما ممنون دست الان بردارم ولی به نظر مون معلومه بعد آقا نه به تعهدی اش بسونی تعهد قانونی مستندی هم که جلوش هم جنس باره یا الان هر کار قانونی داره تو خود یه چیزی انجامش بده ما صبح بریم دادگاه چشم شو در خدمت ما هم خونه ما نزدیکه تعارف نگیریم آقا بو از زحمت چشیدی خداحافظ خواهش بابا بشیم الان یا نه بابا نه امیر بشه الان یا نه بابا من الان یا من خودم الان یا آقا خیلی بو خداحافظ خواهش کنید زحمت چشیدی خداحافظ خیلی بو افشاد خواهش اونم آدرس عوض کرد ها؟ آه اینم زاوزا بود آدرسشون فرستان سیم بنده خدا آدرس فرستان نمار اطلاعات یه دو پروندی هرچه زیاده آدم یه دسته مثلا همیشه با هم جواب بده
ببریم اینا خانم فکر کنم اونور ایرو بود. اینا ببریم پیش. برای چند وقت تو بینی رو؟ هدایت ستار روزو میمیرو سلامت آلوستون فرستین سیم من میرو؟ طاقت مردار دو دست در نکی من دیا باستان تا این موقع من که اون کسی نبینه خوشو من چه وقتی شورت دلان نه چه ها و چی گرفته خوشو بعد سیزریان مریا و فقط اینو آقا 7 ماه پرداخت نچرد فقط یه حق ما پرداخت نچه مستن پرداخت نچه هم چه میلو یه خوده نه الان دیگه قانون دیگه کلی دم پرداخت نشه 7 ماهی بود بعد سیزریان ملفقش من داخل خوبم خوشی چی دار زندان بیرن شخصی شاد ارزش اینا که بخیر زندانیش کنیم والا خب آزار بیرن چند هیچ کاری نه والا هیچ کاری سمو نه انجام شما باید یک کاری کنیم تحت فشار بود که همون مادرش برای همون جویلش بود که داییشو باید کنیم برای داییلش بود که دارن چون وضعشو خوبه توش تغییر چون داییلش وضعشو خوبه همه شب زندگی کنه نیرنه من دوستان نیستم اونو واقعا وضعشو خوبه البته کمشی کنه بخوام کمشی کنه والا خیلی کمچی شیردن هم زندون آزارشی چیردن هم یه سر ما هم مهاروش نفقه مالی داد خوشنین او هم هاروش نفقه مالی داد الله بدونی شاخ زندان واسه بود تحت فشار بود الان ایمان چی بس نده افشار دوباره ورد مویره هم به خاطر چی زمستون و زانه روی نورد مویره یه سال بیشتر وقت نرود یادی فصل سرما بیرو واقعا اذیت بودیم اذیت بودیم خیلی اذیت بودیم لا سی نامه هستی شما من امضاش کنی مقمارش بریم هم جریان همین نفقت تونه شما چیزی گفتین چه بچی دی گفتین نه فقط اسماعیل بود نه الان این موضوع بین خودمون هیچ کم نبود شاید بفهمه شاید لحظه کنده بگن آقا بچی دی گفتین نه به کسی نگفت فقط اسماعیل بود و محترمش کنم نه مزحمت شما کانی امضای بزنید مادر مصنف دونه دونه که دونه شب بزن الان شب تو نیست الان حالا این نامه با هم وارد دادگاه شما حالا باید سخت و با دایرش مشورت کنه حالا اون احتمالا بس شو خوب چه بزن اصلا حالا این نامه برام سی نفقتون این 7 ماه چقدر بود شما باید نامه امضا بشه من تایید چیزی چه 7 ماه نفقه نسینی دست در نکنه مردم شما یکم چی کنیم حالا هر چیزی زنی آقای پراتوری زنم بازم خبر شید با تو در تماس هستم دست در نکنه حالا خدمتتون حالا ما زنی پراتوری زنم بعدا کارش انجام دام افراطو خوش گوشی آورد سیما گوشی خود تو دورین یه گوشی همی تازه آورده و هم نشماره شدم حالا مشکلی نیست حالا میتونم شمارش جای یارم اما ده همیشه تیختونه ها یه همیشه تیخم تازه آوردشه آقای افراطو اکان گوشی در زمین زخمو محمد بیاید مو شمارش یاردارم حالا ما شماهاتون رو برداشتم دست در نکنه ده تیخم حالا من کار صداشون زنی خود توی باشه داوید نه سوید ما هم چم چم نه دست زنه که میخوام باش بیاد سوید بخیر نه ما برم شما رو ذخیره کنم چه وقتی مثلا سوید بخیر بیش سامان خود یا؟ نام شما رو ذخیره چون
بعد جاتون چی بله مال شورت ها بدرشن محسن مالشون همش این زندومر بزام تو دوباره نه منش کش خبریشونی انا باز عموما شما زیاد باشو پس نکنی کار باشو نوشته بود نه کارشون الان دیتور بهتره دیگه بسیار راحتری تیم سانت خود واسه هم جور پایین چی بین احتمال چه داشت مثلا با بسیله بود زام مکانشون خوب نیست و بسیله بعد زدا کنه یا الان یه بهتره فرمایت چه بخیر بس دادن همه رو مغازه هدایت همه رو مغازه هدایت بیا سلام خوبی؟ سلام سلام یا خوبی؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ سلامتی حالت خوبی؟ خوبی سلامتی؟ Neyse. خبر؟ Sistematik. آه خوبی من بیسار سوالی چه رسم خوبه؟ خوبه؟ از چه دیدم الان درست بوده؟ ما فعلا تا جایی پیش رفتیم الان سیزریان نفقه بشینو بعد واقعا خود نه در جریان یارم واقعا هیچی نهاش مثلا بخواهیم ساده شدیم مال اموال سیناش نیستم شوسیتون برای خدمتشون یعنی خیلی پیشون چشم دارم مفاهمی داشتم بیسار سفید نبینیم در من بدونمش فهم داخلی برجم نیستین شو Neyse bakıyorum. الان هم نزد دست علی فرج حسین پو نه علی فرج بابازاده حسن بابازاده دکی نه دایل محسن الان دو تایش هم شهر نه این تا داخل روستای یه دو نفر داخل روستان آدرسشون الان سیتی میسون یکیش تو همون طرف ممسنی غربه یکی هم طرف اینه طرف شهسواره ده سرای هم طرف اینه بعدم رفتیتشون دیگه تا وضعشو خیلی خوبه از نظر مالی وضعشو خیلی خوبه ببین این کار کنی یا نه سری قبلا هم یکیش برادر جروبی حسن برادر جروبی که چن اعلام به نفق اعلام و فرزندل شد یه تمی هم دام و به ایسته هم به هم باش شده آدرس نوشتی باشه صحبت کنم اونم نزد شد سنه بیا من بیارش خدمت شماره تلفنشون هم خاصی بعداً بود تا ارسال کنم سی پیدا شد کنم شماره تلفنشون خدمت Neyse. الان چشم آدرس دیرم باش صحبت کنم آره بریم چه بهترین بود زندگی تو زندگی هم درست کنیم الا دست در نکنیم مرسا خواهیسه کروش هم داداش ما با چه باخوام بیاردم چه داداش رو بری؟ لا بعدا قضیهش مفصل چه اومد؟ حالا دیشب رسید مسی که اومد تو؟ ها اومد سری دوم باشه همون جای قبلی یا زازادی ما داخل و کوهستان و مهم بغل چلسی بالا مسجد ویلسیانی این بغل یه چنیزه یه چپری حتما ما اینجا ساکنیم فعلا کار اعلام درست کنیم بعد حتما کاری با تو دارم سه جریان میشه ما گفتیم استفاده نه مخاطمی تقریبا گفتم یه استعفای برم و بعدم مردم شاعری خب اکثرش که آدم شروعی به اومدن خانواده میگن کار شاپینگ و فلان و بهمان تقریبا تو چیز روشنی به من ساخت‌ها غیر مزاج به من خودم مثلا ناگاهی رفتن علوما امضا شدن دیو ما الان چند تا پرونده دارم سر همین جریان زمینه علوما نوشتم پاشو هم گیره هم زمین شو به دست رو رفت هم بپیل پرداخت این مناطق اصلا شاید دستشون خالیه بخوان یه هزینه بنسی به خاطر مجوز ساخت ساز یعنی الان ما زمینی خریدیم اوور الان یه زمینی رو آقای بهم پیشنهاد داره فقط مجوز ساخت سازش اندازه که بخوام برم شهرداری و بخوام برم مقیز جای دولتی اندازه او زمین پا ما حسابی بود یعنی هزینهش اینقدر بالاه شاید هم چیزی نارن که بخوان هزینه کنن بابتی زمینه و مجبورن که ساخت ساز غیرقانونی انجام بدن
البته زمین هم ملک خشونه حداقل ایتن چش پوشی که از بعض قوانین ایبو چیزی ما خیلی داریم خیلی زائد داریم داخل کشورهای دیگه داخل جاهای دیگه چش پوشی که از خیلی قوانین به خاطر فقر مردم ولی دولت این حرف که آقا زمین خالیه به هر حال این برکت پیش اومد این ظلم هم به اشاعره رو بیه لا تا منستو پیشه ولا در ادامه استوی همه خراب شد فکر کنم تخریب الان منطقه دوران هم میگه به همین زوده یا بیا ساخت ساز غیر مجاز خدا خدا بزرگ من حسابی عزیزم بیا بغل مثلا وقتی خود فصل سرمایه دیگه پاپا کبرات پاپا حتما اسمای او صادره بور بزار رفتیم چپه ها او صادره بور بزار اده چی میزان آره ها چه پر بهتره خنایتره خیلی جهر جنگل ناره یه داری خشمونش نه خوبه موزا بودشم میرو هر وقت خواستیم بریم امبرین ما ده چند رفت زحمت ساختار رو ببخشید بشینی دور هم یه شام نه، چیزی قربونت بیارم برم. داخل نه دستت. خیلی هم میبر نه ممنون بشینی ولی ما این موقعی بودی اختی چسینت میچی ما میمیرو نفرمای خانم بچی داره ازت شو این شماره که دامه حتما باشه باش تماس بگیردم خودشون ما هم رم برن. تشو باشه صحبتی کنم ما در خدمت خدا بخش خدا خدا دست در نکنی زحمت خدا دست در نکنی ممنون خداحافظت چیدم کارش درسته دقیقا هر چی خواد در اختیارش مینه هر اطلاعاتی هر چی که خواست شماره اپراتور برام این علاقه برای گوشی اوستیم اون گوشه هستم ها یک گوشی اوستیم دست برم کنم سته قد کنی تکت دیگه